سلام و عرض ادب خدمت خانواده بزرگ آبادان داتا ایکس. بچه اومدیم سمت سینما شیرین، بهداشت سابق، آرایشگاه پوپک، عکاسی ساسان، عکاسی جورج یونانی، هتل کارتلند، بنزین خونه، پیراهن نامبر 1، پاساژ فردوسی، پشتش سینما خورشید، باشگاه جعفری. یادی کنیم از آقای ماهر بزرگوار، شیرینی فروشی نگرو. و الان میریم سمت پیشکسوتان فوتبال آبادان 1 به 1. من دستبوس همه عزیزانم و میریم باشون صحبت میکنیم. سلام و عرض ادب. خوبید؟ دستبوس شما. عذر میخوام مزاحمتون شدم. دورتون بگردم. زنده باشید. دستبوس شما. هر چی میخواهد دل تنگت بگو، از قدیم جدید و دوستانم یه معرفی کنید. سلام عرض کردم خدمت شما همه دوستانی که در اینجا حضور دارن، از پیشکسوتان هم فوتبال آبادان، هم تماشاگران، هم افرادی که داخل اجتماع ما منشأ خیر و برکت میدن. بزرگانی هستن داخل این جمع ما که مایه افتخار ما هستن، موی سفید کردن و همیشه داخل همه مسائل اجتماعی هم صاحب نظر بودن. ما اینجا بحثمون فوتبال در ابتدای امر و از فوتبال آبادان قدیم خیلی خاطرات داریم، خیلی حرفا داریم. یه زمانی بود ما داخل یه زمین خاکیمون که الان نیمه انتظامیه، رو زمین بچه‌ها بدون ساختمان با کفش کتونی فوتبال میکنن که از تو همین زمین‌های فوتبال بازیکن‌های بزرگی تحویل تیم ملی ایران داریم. به رسم ادب من خواهش می‌کنم اول به ترتیب آقای دینوی هستن یه شمه از گذشته آبادان میگن. سلام آقای دینوی. قربونتون برم. آقای دینوی فقط یه خورده بلندتر الهی دورت بگردم بفرمایید. من حالا از کجا شروع کنم؟ از بازیکن‌های دوره خودم. دوره خودتون؟ بله. البته ما هم تو زمان خودمون فوتبالیستای خوبی داشتیم. آقای جاسمیان بود، برمکی بود، هوشنگ خواجه‌ای بود، دیگه ظاهیر بود، جاسمیان، بگم آقای خمیسی، سالیا که خمیسی، بله بازیکن‌های زیاد داشتیم، به لذت هم می‌بردیم. خیلی هم تو زمان ما واقعا فوتبال یه روال خاصی داشت، آروم بودن، هم تماشاچی‌ها هم فوتبالیستا. اون موقع واقعا به خاطر شهر بازی می‌کردن. اصلا مسئله پول مطرح بود. بعضیا کفش به هم می‌دادن. این کفش امروز نداشت، مثلا تعمیر نداشت، کفش می‌گرفت از باشگاه تاج بود، اون مال دارایی بود. تیم باشگاه دارایی اون موقع خیلی خوب بود، شاهین خوب بود، دیگه تاج، تیمان مختلفی بودن. ولی به هر حال الان یکی میفرق کرده. الان واقعا وقتی هم میریم تو آسیا اون شادابی نیست، نه اون بازیکنایی که باز باشه شنوا هستن که بدونن سرمربی چی میگه تو زمین پیاده کنن. وقتی میرن تو زمین مثل فقط دوست دارن وقت تمام بشه و بازی تمام بشه و بیان. خیلی ممنون. دورت بگردم. دوستان محترم، هر کدوم از دوستان وقتی میخوان صحبت کنن اگر اسم بازیکنی از قدیم فراموش شده حتما یادش زنده نگه دارید و اون یه چند تا بازیکن جدیدتر میگه. الهی دورتون بگردم. خب خوبید؟ دورتون بگردم. حداقل یه سلام علیکی کنیم با هم دیگه. سلام عرض کردم. دورتون بگردم. از قدیمی‌های آبادان. دورت بگردم آقای آلبقبش. دستبوس شما. ما هر چی داریم از سایه شما نه. یادم نیست ولی می‌دونم آقای برمکی، آقای علی پورجانکی، احسن. از این قدیمی‌ها که محمود داره. احسن. اینا تا اونجا من عالی. دورت بگردم. زنده باشید. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید. و غلام ما از قدیم به باشگاه آبادان ما دست 1 داشتیم، دست 2 داشتیم، دست 3 هم داشتیم. در زمانی که در شهرهای که اصلا فوتبال نداشتن. احسن. ما دست 1مون 12 تیم بود، دست 2مون هم به همین صورت، دست 3 داشتیم. بعد بازی محلات هم داشتیم به جز این دستهایی که برگزار میشد. بازی هم واقعا لذت بخش بود، همه فوتبال دوست داشتن. ولی الان دیگه ما حتی باشگاه آبادان هم برگزار نمی‌کنیم، تیمی وجود نداره، چون فوتبال حالا شده در واقع پول. اون زمان پولی تو کار نبود، همه رو عشق علاقه خودشون میرفتن برای فوتبال. الان که فوتبال پولی شده ما بازیکن نداریم، حتی در سطح خود استان چه برسه کشور. اون زمان ما
تیمی مثل سپر که آقای مجدی خدا بیامرز بود، خدا بیامرز، بازیکنای مثل احمد نکوبی، علی پور آفریقا، علی فیروزی، آقای عباس تاشکه، آقای برزگری، بازیکن خدا بیامرز عبدالله صفراوی که دروازه‌بان تیم نوجوانان و جوانان ایران بود، بهمن آقای ندیمی خدا بیامرز، اینا بازیکنان محمد مرادی، اینا بازیکنان تیم مثلا سپر بود. یکی از تیم‌های آبادان تیم تاج آبادان بود که آقای نامدار ملازاده، قاسم شیرینگه، منصور رشیدی، برادران مظلومی، اینا مثلا داخل تیم تاج آبادان بودن. درست. تیم جاوید داشتیم، تیم آقای بزمه بود، تیم‌های دیگه داشتیم که همه قوی بودن، کارگر بود، جمع که سرامل همه اینا بود، همون شاهین، کارآموزان، تیمایی بودن که در دست یک برگزار. تیم آزاد، تیم خدا بیامرز علی صادقی. حالا همه میگن که ما یه مربی داشتیم در سطح ایران که نابینا بود، آقای محمد آقادی، ولی نه، ما دو تا مربی داشتیم. آره. آقای علی صادقی مربی تیم آزاد آبادان که ما بازیکن‌ها بزرگی از تیم آزاد اومدن پشتوانه شدن برای تیم جمع. تیم بندر بود که یه بازیکن مثل بهمن آفس، بازیکن‌ها خوبی داشتن. همه تیم‌ها تو آبادان خوب بودن، همه بازیکن یعنی فوتبالی داشت. از آبادان برای تیم‌های دیگه می‌رفتن، مثل علی اهوازی مثلا داخل تیم ماشین سازی بود، آقای مهدی قضا، آقای علیرضا عزیزی، اینا همه بازیکنایی بودن که رفتن تیم همای تهران. تیم همای تهران یه شاکله از بچه‌های آبادان بود با مربیگری آقای پرویز دیدار. حالا که وقتتون هم زیاد نمی‌گیره، خیلی چیزای دیگه هم هست. زنده باشید. ما قربونت برم. در خدمتتون. بهرام تنگستانی هستم. مشکل فوتبال آبادان یکی اینه که حتی بچه‌های خود آبادان یه قرون بازیکن‌ها دل جرأت ندارن، حالا از تماشاگر میترسن، از مطبوعات میترسن، از مربی میترسن. برای همین شاید بخوان توپو دفع کنن بی مرافقت رفع تکلیف ما میگیم یه خورده نترسی درشون نیست. اگه ترس رو بدارن کنار، آقا 10 تا توپ خراب کن، یکیشو بدن تو گل، اون یه گل همه میدونه، اون 10 تا خطاتون نمیدونه. در مورد تیم‌های قدیم که آقای عبد گفت، مثلا ما تیمایی داشتیم که زیر مجموعه داشتن، مثلا جاوید جعفری هم بغلش بود که نوجوانان جاوید یا جوانان جاوید میشدن جعفری، یا خود تیم تاج آبادان 2 تا زیر مجموعه داشت، یه دیهیم داشتیم، یه افسر داشتیم، اینا همه زیر مجموعه تیم تاج بودن. درسته. که بازیکن میساخت میرفتم تیم تاج و اونجا خودشون گل می‌کردن که بعدها به تاج تهران رفت. یه سال یادم تیم‌های تاج ایران بازی کردن که فینالش تاج آبادان تاج تهران تو تهران برگزار، رشیدی تو دروازه ما بود، ایجادی تو دروازه اونا بود. رحسن. اون بازی هم قشنگ مستقیم پخش شد، اونم دیدم اصلا. خلاصه هر صورت فقط میگم مشکل فوتبال آبادان الان ترس بازی کنن، این ترس باید بذارن کنار. آقا 10 تا توپ خراب، یکیشو پاس درست کن. زنده باشید. دست بودش. آقا ببین از اول خودتو معرفی کن. نه تک به تک. ما یادی کنیم از آقای سنگرگیر خدا بیامرزش روح شاد، و یادی کنیم از خوشتیپ فوتبال ایران آقای ترابی بزرگوار روح شاد و یادش گرامی. آقا بهمن حرف داشت روح شاد. فاروق فتایی خدا بیامرزه، زنده باشی. بفرمون. فوتبال آبادان سال 1305 اولین تیمی که تو آبادان شکل گرفت کارگر آبادان. انگلیسی‌ها وقتی بنیان پالایشگاه آبادان گذاشتن چون اهل ورزش بودن، به خاطر که بتونن یا بازی کنن، اومدن از پالایشگاه آبادان یه سری کارگرای جمع کردن که قدیمی‌هاشون همین مرحوم اوریانپور بود، دروازه‌بان تیم کارگر بود، ممنوزاده بود، ترابی بود، تیم کارگر تشکیل کرد. این هم به خاطر که انگلیسی‌ها میتونن روی تیمی بازی کنن. بعد از این وقتی که تیم کارگر تو آبادان، یعنی اولین تیم آبادانی تیم کارگر بود، بعد از این به خاطر اینکه یه رقابتی بشه، تیم البرز آبادان با مدیریت آقای دیداری از بچه‌های دبیرستان رازی آبادان که بزرگترین دبیرستان ایران بود، چون اکثر دبیرای دبیرستان همه دکتر بودن، دکتر نراقی، دکتر ساله و الی آخر. این تیم البرز تشکیل شد، روبرو تیم کارگر ایستاد. بعد از